سلام، این من عاشق ساختن دنیای خیالیم. فرق من با بقیه اینه که لازم نیست که جایی برم یا آدمی ببینم، کافی انیمیشن بسازم. اگه میخوای یه انیمیشن ساز بزرگ باشی، قبلش باید یه درونگرای بزرگ باشی، چون این کاری نیستش که برونگرا بتونن انجامش بدن. در واقع درونگرا یه سری قدرتایی دارن که مثلا میتونن 3 روز تموم داخل یه اتاق بشینن و یه انیمیشن 1 دقیقه‌ای طراحی کنن و بعدش با دیدنش کلی لذت ببرن. منم یه درونگرام و وقتی که بهم میگه بریم بیرون وقت بگذرونیم این اتفاق میفته. سلام بابا، امروز میتونم با پهرام برم بیرون؟ آره پسرم، چرا که نه پسرم، نه پسرم، تو نمیتونی بری بیرون. داداش شنیدی بابام چی گفت؟ بابام نمیذاره. حالا ایشالا یه روز دیگه با هم میریم بیرون. حالا فهمیدی چرا انیمیشن انتخاب کردم؟ چون قرار نیست کسی رو ببینم، نه اینکه از بقیه بدم بیاد و نه اینجوری راحت ترم. میدونم که تو هم اینطوری هستی. دیدی بعضی خیلی تند راه میرن؟ باید اسکوتر داشته باشی تا بتونی کنارشون راه بری. اینا اصلا آدمای عجولی نیستن، اینا فقط کورتکس مغزشون حجمش بیشتره. حالا چی میشه؟ پردازش مغزشون بیشتره و این باعث میشه که خیلی چیزا رو بفهمن ولی حوصله توضیح دادنش رو نداشته باشن. به خاطر همین به سمت درونگرایی تمایل دارن و تقریبا درونگراها اینطوری هستن. نکته جذاب‌ترش اینه که چون جزئیات رو درک میکنن، خیلی کمالگراتر از بقیه. میگم خیلی وقت بودم و ندیده بودیم ها. نه بابا، خیلی وقت چیه؟ 3 ساله. گوشیت داره زنگ میخوره، جواب نمیدی؟ نه بهش میگم ندیدم، مهم نیست. وقتی یکی بهم هدیه میده فکر میکنم دارم اینطوری احساساتمو بهش بروز میدم. وای این چقدر خوشگله، خدایی جبران کنم تو رو. خدا مرسی، واقعا خوشگله، خیلی دوستش دارم. مرسی. ممنون، مرسی. من خیلی خوشحالم که درونگرام. فکر نکنی منظورم اینه که برونگرا بودن خوب نیستا، نه. من فقط عاشق همین حساییم که دارم و باتری اجتماعی بودنم فقط توی اتاقمه که شارژ میشه. من استاد بحث کردن تو مغزمم با کسایی که ازشون ناراحتم. سلام، حالت چطوره؟ من حالم چطوره؟ اصلا انتظار نداشتم ازم سوال بپرسه. نکنه با این حرف میخواد بهم نزدیک بشه یا فقط داره سعی میکنه آدم خوشرفتاری باشه. اصلا حالم چطوره؟ حالا راستشو بگم یا فقط بگم خوبم که صحبتمون همینجا تموم بشه؟ میتونم دقیقا همون چیزی رو بگم که اون میخواد و انتظارشو داره یا نه کور خوندی؟ فکر کردی همون چیزی رو میگم که دوست داری بشنوی ها؟ نه یه جوری جوابشو میدم که فکر کنه اصلا برام مهم نیست که فکر کنه حال من چطوره. آره خوبم. دیروز داشتم تو خیابون راه میرفتم که دیدم یکی از فامیلای دورمون داره به طرف من میاد و هنوز منو ندیده. منم مجبور شدم راهمو کج کنم و از یه مسیر دیگه برم. یکم مسیرم دور شد، البته یکم که نه، ولی خب ارزششو داشت. چند شب پیشه داشتم داخل اتاقم با گوشیم بازی میکردم که یهو دیدم صدای عجیب غریبی داخل کمد میاد. یه خورده تعجب کردم و با دقت به در کمد نگاه کردم که یهو یه جن پرید بیرون. به نظر من اونقدری که میگن جن‌ها زیاد ترسناک نیست. وای الان چیکار کنم؟ وای خدایا آمادگیشو ندارم. وای نفس عمیق. چیکار کنم؟ وای نه. ببین خیلی از آدما فکر میکنن که درونگرا بودن یعنی ساکت بودن، یعنی گوشه‌گیری، یعنی حرف نزدن، در حالی که ما فقط داریم دنیامون رو یکم ساکت‌تر زندگی میکنیم. اتفاقا عمق فکر، خلاقیت و آرامشی که داریم خودش کلی سرمایه است که با هیچی عوضش نمی‌کنیم. در ضمن اگه با من کار داری فقط پیام بده، زنگ نزن. سابسکرایب کن.